سلام رفقا، وقتتون بخیر باشه. من متین هستم و امروز قراره توی این ویدیو بهتون یاد بدم که چطوری بدون هیچ گونه دانش شبکه، هیچ گونه دانش برنامه نویسی و هیچ گونه هزینه‌ای کاملا رایگان بتونید برای خودتون یک اکانت کلاودفلر درست کنید و روش کانفیگ های بی پی پی رو بالا بیارید که همینطور که اینجا الان بهتون نشون میدم میبینید که چقدر پینگ های خوبی میده و ما میتونیم خیلی خیلی راحت باشون به اینستاگرام، تلگرام، هر پلتفرمی که بخوایم وصل بشیم. مثلا مهم نیست. من اینجا میام براتون چه میدونم یوتیوب رو سرچ میکنم، مثلا ببینید با چه سرعت خوبی داره بالا میاره. خب اینترنت من اونقدرم خفن نیست، ولی این کانفیگ ها حدوداً از مثلا حتی روزایی که خیلی همه اختلال داشتن هم وصل بود و من آموزشش رو قبلا توی تلگرام ضبط کرده بودم. امروز میخوام یه آموزش خیلی جامع تری بهتون یاد بدم که بتونید بدون هیچ گونه دانشی از کامپیوتر راحت برای خودتون ستاپش کنید و تمام ارورها و مشکلاتی هم که بچه‌ها داشتن و من روش‌هاشو و راه حل‌هاشو پیدا کردم و بهتون میگم که مو به مو چیکار بکنید. این راه دوباره میگم هیچ هزینه‌ای نداره. شما خیلی رایگان میتونید این سرورها رو بسازید و روزانه 6 گیگ هم حجم داره حدوداً، یعنی شما مثلا یه خانواده 2-3 نفره باشید راحت براتون کافیه. این رو اینجا توی ایمیلتور خاموش می‌کنیم، میایم سراغ آموزش. اول از همه آدرس سایت کلاودفلر رو من براتون میذارم توی یه فایل تکست، حالا یا توی دیسکریپشن ویدیو واسهتون میذارم. اینجا بیاید واردش بشید. اینجا که وارد شدید میاد پایین روی بخش ساین اپ کلیک میکنید، صبر میکنید کپچاش تموم بشه و صفحه ثبت نام بالا اومد. حالا صفحه ثبت نام که بالا اومد، ما به جای اینکه بخوایم ایمیلمون رو وارد کنیم برای اینکه بتونیم چند تا اکانت بسازیم، خیلی خیلی ساده میایم توی سایت اتمیک میل، create a free account رو میزنیم و یه اسم مثلا انتخاب میکنیم، سابمیت رو میزنیم، یه آدرس برای من برای کانال هکس کانفیگ کلی ایمیل ساختم، اساسش رو میذاریم چه میدونم متین 6655. خب یه پسورد میذاریم واسش، دوباره تکرارش میکنیم همون پسورد بالایی رو، بعد سابمیت رو میزنیم. اینجا میزنیم دانلود اند پروسید که یه چیزاش خیلی سخته، باید اینو حل کنیم. find the thing made principally of metal. حالا اینو میتونید بدید هوش مصنوعی. مثلا داره میگه که چیزی رو انتخاب کنید که عموما از آهن درست شده باشه، میشه میخ جوابش. دوباره اینجا هم همینه و تموم. این رو که دانلود کرد و رفت مرحله بعدی دیگه تمومه. اینجا ما با یوزر و پسوردمون ساین این میکنیم و وارد پنل ایمیلمون میشیم. خب اینجا برمیگردیم و ایمیلی که اونجا زده بودیم رو وارد میکنیم. همینجا یه پسورد هم براش میذاریم. حالا مثلا پسورد قدرتمند باید انتخاب کنیم، 8 تا حرف باشه حداقل، یه عدد حداقل توش باشه، یه اسپشیال کاراکتر مثل اینها هم داخلش باشه، ادساین و چه میدونم هشتگ و فلان اینها. هیچ گونه اسپیس و اینایی بین حرفاش نباشه، خط فاصله اینجوری بینش نباشه بین حرفای پسوردتون. وریفای رو میزنیم و میزنیم روی ثبت نام. دقت کنید که اینجا یک ایمیلی براتون ارسال میشه، ایمیل تاییدیه‌ای. شما نیازی نیست که روی اون بزنید. میبینید این ایمیل رو اینو نباید بزنید و یعنی دوباره به ارور میخوره توی مراحل ساختش. من اینو خیلی تست کردم. طبق روش من پیش برید. اینجا اسکیپ رو میزنیم، هیچ کاری هم به اون ایمیل فعلا نداریم. اینجا میاد توی بخش کامپیوت اند ای آی. خب روی ورکر اند پیجز میزنیم، صبر میکنیم به ما یه پیغامی نشون بده که آقا باید وریفای کنی. آها اینجا میزنید ریسنت، حالا صبر میکنید. خب یک ایمیل دیگه ای ارسال میشه به اینجا. اینجا میان روی این رفرش میزنید. خب ایمیل ارسال شد. اگه نیومد دوباره بزنید روش، واردش میشید و اینجا وریفای یور ایمیل میزنید و دیگه هیچ کاری با این دوتا تب نداریم. تموم شد. صبر میکنیم. اینجا برای ما بالا میاد بخش ورکر اند پیجز، بدون هیچ اخطاری بالا اومد. اینجا کاری که میتونیم بکنیم برای ساخت کانفیگ دو نوع کاره که من هر دوتاش رو یاد میدم. اولیش راه اتوماتیک، دومیش راه دستیه که عموما اگر راه اتوماتیک براتون ارور داد بیایید سراغ راه دستی. اول میریم سراغ راه اتوماتیک. اینجا آدرس بی پی بی ویزارد رو من براتون میذارم. این لینکش هست که من براتون توی دیسکریپشن ویدیو یا حالا توی فایلی که قرار میدم توی کانال تلگرام میذارم واسهتون. وارد اینجا که شدید چیکار میکنید؟ میایید پایین و از قسمت ریلیزز آخرین نسخه رو دانلود میکنید، مخصوص سیستم عامل خودتون. الان سیستم عامل من ویندوز
سی پی یوش هم 64 بیت. اینو از کجا میتونید بفهمید؟ از اینجا راست کلیک میکنید روی دیس پی سی، پراپرتیز رو میزنید و اینجا همینطور که میبینید ویندوز من 64 بیته و پردازندش هم AMD که پردازندهای اینتل و AMD 64 حساب میشن و ARM نیست. اگر ویندوزتون اینجا نوشته بود 32 میای نسخه 386 رو دانلود میکنید، ویندوز 386. من حالا یا AMD 64 یا ویندوز 386 رو میتونم نصب کنم، مثلا 386 رو میگیرم، زیادم فرقی با هم نداره دیگه، فقط توی اون بک‌گراندش کاری که انجام میده فرق میکنه. این رو که دانلود کردیم میایم چیکار میکنیم؟ میریم توی پوشه‌ای که دانلود شده، استخراجش میکنیم، پیداش کنیم، مثلا اینجاست، کلیک میکنم روش و قبل از اینکه ما بریم سراغ ساختش دقت کنید که باید چند تا کار انجام بدیم. اول اینه که اینجا سرچ میکنیم ویندوز سکیوریتی، میریم داخلش و بخش وایرس اند ثرت پروتکشن رو کلا باید غیر فعال کنیم. خب یعنی حالا اینجا من چون از طریق کاسپرسکای یه آنتی ویروس دیگه نصب کردم، اگر آنتی ویروس دیگه مثلا من نصب کرده باشین اینجا این رو میزنید پاس پروتکشن، مثلا میگید برای چه 3 ساعت آینده برای من محافظت نکن از کامپیوترم. خب و اگر آنتی ویروس دیگه ای نداشتین اینجا ریل تایم پروتکشن رو خاموش میکنید. این خیلی مهمه. مرحله بعدی باید فایروال رو کلا از بی خاموش کنید. فایروال رو اگر اینجا میبینید اینجا الان مثلا دامین نتورک من آف هست، این دوتا آنه، باید این دوتا رو هم آف کنم. میبینید اینجا میام یس، دوباره اینجا میام یس. اگر ویندوزتون قدیمی تر بود اینجا میاد سرچ میکنید فایروال، این قسمت ویندوز دیفندر فایروال رو میزنید و بعدش از قسمت ترن ویندوز دیفندر فایروال آن اور آف این دوتا رو میذارید روی آف و تمام. این رو میبندیم. بعدش الان آماده ایم که ورکر رو ران بکنیم. دقت کنید که فرایندش ممکنه که با ارور مواجه بشه. شما اگر از VPN استفاده کنید ممکنه حساس بشه. خب در نتیجه حد اقل از نتی استفاده کنید که کلاودفلیر روش فیلتر نباشه، بتونید راحت تر ران بکنید بدون VPN تون باید خیلی قوی باشه که این تشخیص نده. گزینه 1 رو میزنیم، اینتر، صبر میکنیم این بالا که اومد، allow رو میزنیم و اگر برای شما توی این مرحله بسته شد این اسکریپت و دیگه بالا نیامد یعنی از VPN بدی استفاده کردید یا با نتتون مشکل داری، یا اینجا این پیغام نشون داده نشد، این یعنی مشکل از اینترنتتون. الان به من میگه که از ورکرز میخوای بری از پیجز، برید ورکرز و ما کانفیگ نان تی ال اس هم میده، برای همین بهتره من خودم از ورکرز استفاده میکنم عموما. اما پیجز هم اگه ورکرز براتون جواب نداد میتونید پیجز هم استفاده کنید. گزینه 1 رو میزنم اینتر، میگه حالا یه ساب دامین میتونی انتخاب کنی که مثلا من اسمشو میذارم بالفرض متین سر به هوا. دقت کنید که حرف بزرگ نباید داشته باشه این شکلی و میتونید عدد و این هم داخلش استفاده بکنید. این متین سر به هوا رو اینتر میزنیم، دوباره اینتر میزنیم، دوباره اینتر میزنیم و دوباره اینتر میزنیم و دوباره هم اینتر میزنیم و باز هم اینتر میزنیم و یه اینتر دیگه هم میزنیم و آخریش صبر میکنیم و دیگه به هیچ دست نمیزنیم. اینجا توی مرحله ساخت ورکر اگر دوباره یهو بسته شد، خب پنیک نکنید. ببینید الان بر من بسته شد. خب من با اینکه آنتی ویروسم رو غیر فعال کرده بودم و با اینکه فایروالم رو غیر فعال کرده بودم باز برای من بسته شد. علت چیه؟ علت اینه که یک وقتایی این باگ خود اسکریپت هست و همه مراحل برای شما طی شده. الان من اینجا اینو رفرش کنم، ورکر برای من ساخته شده. خب حتی دامین بهش اختصاص داده شده. دقت بکنید اینجا متین سر به هوا رو هست. خب میبینید الان بهش دامین هم اختصاص داده شد. اصلا همه چیز اوکی. شما صرفا باید بیاید اینجا کلیک کنید روی این و صبر کنید تا اون مقادیر و چیزهایی که داره اون پس زنه اتفاق میفته لود بشه. حدوداً ممکنه 5 الی 10 دقیقه طول بکشه که تا اون موقع باید صبوری بکنید. یه 5 دقیقه 10 دقیقه اگر بعد از 5 دقیقه یا 10 دقیقه درست نشد اون موقع باید اسکریپت رو دوباره ران بکنید. پس نگران این نباشید. من به خاطر اینکه عجله دارم یک بار دیگه میام با پیجز میسازم که شما ببینید. پیجز معمولا استیبل تر. میبینید الان به من گفتش که وی پی بیانتون ردی شد، میتونید اینجا کنترل رو اگر نگهداری روی کیبورد و بیاد روی این کلیک بکنید باز میشه. این هم دوباره ممکنه 5 الی 10 دقیقه نیاز به صبر کردن داشته باشه و این رو دقیقاً توی
اسکریپت هم ذکر کرده که sometimes it takes up to 5 minutes until you can access the panel. برای همین صبر میکنیم 5 دقیقه تا این برای ما بالا بیاد. آها خب الان دیدید این ورکری که ما ساخته بودیم اوکی شد. من روی این که الان راست کلیک کردم و زدم برای من بالا اومد. حالا مثلا 2 دقیقه طول کشید. خب این اینترنت اسپید تست که میاره یعنی اوکی شده. اینجا یه اسلش میزنید و پنل. تمام ما وارد پنلمون شدیم. خب ورکر هم پیجز هم حالا اوکی میشه خودش توی پس زمینه، ولی خب دیگه مهم نیست برای ما همین ورکری که بالا اومد اوکی. اینجا من یه پسورد میذارم، تکرارش میکنم و اینتر رو میزنم. اوکی رو که میزنم اینجا این میشه آدرس ورود به پنل من. لاگین رو میزنم با پسوردی که ساختم و حالا اولین کاری که میکنیم اینه که اینجا روی این ریست پنل میزنیم تا برای ما اینا رو ست کنه. اما یک مسئله که اینجا وجود داره خب اینه که ممکنه شما این لینکی که میخواید بگیرید، حالا بعد بهتون توضیح میدم که این چیه، یه undefined نوشته باشه. دوباره باید صفحه رو رفرش کنید و یه 5 دقیقه بهش صبر بدید. خب یعنی کلا این مراحل رو که انجام دادید 10 دقیقه 5 دقیقه صبر کنید تا اوکی بشه همه چیز و ست بشه تک به تک. خیلی خب ما وارد پنلمون شدیم. این پنل ماست. روی ریست میزنیم، اوکی رو میزنیم تا برای ما برگرده به تنظیمات دیفالت اگر ست نشده باشه و شروع میکنیم تک تک این بخش ها رو با هم میبینیم. بخش اول کامن میتونید لوکال دی ان اس ست بکنید که حالا ما به اینا دست نمیزنیم معمولا. IPv6 رو میتونید خاموش کنید، روشن کنید. مثلا اینو دیسیبل میکنم. میام تو بخش ویلس دروژان اینو از من دیسیبل میکنم تا یک چیزی بهتون نشون بدم. حالا در ادامه میبینیم. برای نرم افزار استینگ باکس کلین آی پی میتونید وارد کنید. کلین آی پی چی هست، چطوری میتونید بگیرید، از این لینک اسکندر میتونید استفاده کنید. توضیحاتش هم کامل هست که میتونید چیکار بکنید. این رو من سرتون در نمیارم. پروتکل ها ویلس هست، تروجان هست، دیگه TLS پورت هست که شما میتونید 443 8443 پورت های دیگر رو باز کنید. مثلا این 3 تا پورت رو باز میکنم، فینگرپرینت کروم باشه و به اینها دیگه دست نمیزنیم. حالا پروکسی آی پی چی هست؟ پروکسی آی پی شما میتونید با این دوتا مقدار یک مقدار آی پی تون رو ثابت تر کنید که هی پشت آی پی مختلف کلاودفلر نباشه. این منتها الان من نمیدونم چرا سایتش به هم ریخته. قبلا خیلی اوکی تر بود، الان سایت پروکسی آی پی اصلا بالا نمیاد. N8064 هم همینطور. تا اینجا ما به هیچی جز پورت ها دست نزدیم و این IPv6. میاید پایین قسمت X-ray fragment، این برای fragment هست. زمانی که فیلترینگ خیلی شدیده مقادیرش رو باز نیازی ندارید که تغییر بدید مگر اینکه تخصصش رو داشته باشید. بخش بعدی وارپ هستش که وارپ رو هم ما زیاد باش کاری نداریم الان و همینطور وارپ رو که باز هم بحث ما نیست. و بخش بعدی که خیلی مهمه راوتینگ رولز هستش. بخشیه که ما تنظیمات مسیریابیمون رو انجام میدیم. اینجا میام این تیک رو میزنم، میگم آقا تمام دامین های .ir و اینها رو برای من بایپاس کن. یعنی چی؟ یعنی بیا و هر سایت ایرانی که من داخلش میرم و آی پی خودم رو به جاش بذار، یعنی مستقیم وصل شو بهش. مثلا من جایی میرم پرداخت بکنم برای من از طریق آی پی سیم کارتم، آی پی وای فای ام برو، از وی پی ان استفاده نکن که مثلا نخوام وی پی ان رو خاموش کنم و اینها. بلاک رولز رو داریم، مثلا میتونم تبلیغات و سایت های میلور و فیشینگ رو مثلا بلاک بکنم. و بایپاس رول ها دوباره یک بخشی داره برای چت جی پی تی و هوش مصنوعی های گوگل و اینها که اگر براتون مشکل داشت با این کانفیگ ها میتونید بیاید و روشن بکنید و اینجا اپلای رو میزنید تا تنظیماتش اعمال بشه. میرسیم به بخش بعدی که سابسکریپشنز هستش. سابسکریپشن به ما 4 نوع لینک حساب مختلف میده. اولیش نورمال هستش. نورمال کانفیگ معمولیه که برای ما بخشمندی هم کرده، یعنی شما به این نرم افزارها اگر میخواید بدید اینو کپی میکنید، به این دو تا نرم افزار اگه میخواید بدید اینو کپی میکنید، به این نرم افزارها اگه میخواید بدید اینو کپی، به همین ترتیب. فراگمنت برای شرایط فیلترینگ شدیده، یک مقدار سرعتش از نرمال پایین‌تره اما خب خیلی قدرتمندتره به خاطر اینکه SNI ها رو چانک بندی میکنه. بخش بعدی وارپ هستش و وارپ پرو که باشون کاری نداریم فعلا. ما با 2 تا بخش بالا سر و کله میزنیم چون که کاربریمون معمولیه برای اینستا، یوتیوب، تلگرام اینها. چطور اینو توی گوشی وارد کنیم؟ حالا شما توی گوشی به راحتی نرم افزار مهسا انجی رو نصب میکنید از گوگل پلی. این نرم افزار هستش که شما میاید نصبش میکنید، واردش میشید، روی مثبت میزنید import config from QR code، اینجا این رو میزنید که حالا من خب طبیعتا توی شبیه ساز اندروید دوربین ندارم اصلا و بعد اینجا روی QR کد میزنید و اینو اسکن میکنید، یا اینکه اینو کپی میکنید و این لینک رو
میدید به شخص، میایید وارد نرم افزار میشید و اینجا import config from clipboard رو میزنید. این باعث میشه که لینک بیاد توی بخش سابسکریپشن های شما. خب سابسکریپشن گروپ ستینگ که مثلا من اینجا حالا واردش کردم. این رو که الان میزنم، حالا کانفیگ جدید من میاد، من بقیه رو خاموش میکنم که شما ببینید. میبینید این متین serverava.matin 6655 که آدرس ایمیل من هستش برای من وارد شده. روی این 3 نقطه میزنم، همه کانفیگ های دیگه رو اصلا پاک میکنم که راحت ببینید. روی 3 نقطه میزنم update subscription و صبر میکنیم که برای ما بالا بیاد. خب این الان کانفیگ های ما هستش که من یه تست وقتی ازش بگیرم، شما میبینید که اکثرا وصل هستن و مثلا پورت های نان TLS الان فعال نیستن. و بعدش روی سورت میزنم و میبینید که خیلی ساده و آسون میتونم بهش وصل بشم. حالا علت چیه که به ما داره این ارور فیلیر رو میده؟ دقیقاً همونجایی که من گفتم IPv6 روشن کردم، بلاک رول زدم و اینها. خب دقیقاً اینها یک سری تنظیماتی باعث میشه که به ما ارور فیلیر بده. من این رو انجام دادم دقیقاً که شما ببینید که چه شکلی این به ما ارور فیلیر میده به راحتی. الان من اینو براتون ریست میکنم. این برام ریست شد. کلا پنل تنظیماتش برگشت به تنظیمات اولیه. من میام اینجا هیچ چیز دیگه دست نمیزنم چون توی یک سری کلاینت ها ممکنه مشکل داشته باشه. 2 تا پورت دیگه رو فقط روشن میکنم و اپلای رو میزنم. ایران هم رولش رو بایپاس میکنم، این مشکلی نداره. مجدد میام این رو کپی میکنم، برمیگردم توی نرم افزار، اینجا سابق قبلی رو پاک میکنم و مثبت میزنم و import from clipboard رو میزنم. دوباره روی 3 نقطه update subscription دقیقاً توی گوشیتون به همین شکل انجام میدید. صبر میکنید تا این کانفیگ ها براتون آپدیت بشه و بیاد و یک تستی میگیریم. اینایی که منفی هستن به خاطر اینکه IPv6 هستن و سورت رو میزنیم بعد از اینکه پینگ گرفتنش تمام شد. بعدش میبینید که به راحتی وصل میشه و ما پینگ میده. ما خیلی راحت میتونیم بریم توی سرویس های تحریم شده مثل یوتیوب و شروع کنیم به تماشای ویدیو. اصلا خیلی راحت، خیلی سریع برای ما بالا میاره بدون هیچ تأخیر. بسیار خوب. حالا روی ویندوز چطوری ستاپش میکنیم؟ روی ویندوز یک نرم افزاری ما داریم به اسم GUI for ThinkBox. من مجدد لینک اینها رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. GUI for ThinkBox رو کلیک میکنیم روش. اولین سایت که گیت هاب هست. من الان باید فیلتر شکن روشن میکردم برای گیت هاب. خیلی فیلترینگ گیت هاب رو شدید کردم. روی یک سری اینترنت ها کلا بالا نمیاد. باید مثلا اگر فیلترز از همراه اول استفاده میکنین برین رو ایران سل. مثلا جابجا بکنین اوکی میشه. توی صفحه اول میام توی بخش ریلیزز، اینجا کلیک میکنم. آخرین نسخه ای که استیبل هست، سبز هست رو میام سراغش و دوباره همون داستان AMD 64 و 386 رو داریم که مثلا من اینجا AMD 64 رو دانلود میکنم. اگه واسهتون جواب نداد 386 شروع میکنیم به دانلود و بعد میایم و اکسترکتش میکنیم. بسیار خوب. اینجا رو من از قبلم نصب داشتم، دیتاشو کلا پاک میکنم و دقت کنید که راست کلیک میکنید روش و حتما ران از ادمینیستر رو میزنید. یس، نرم افزار برای ما باز میشه. من اون یکی وی پی ان رو مثلا خاموش میکنم. بسیار خوب. الان باید چیکار کنیم دقیقاً؟ اول از همه میایم توی settings، توی قسمت کور صبر میکنیم، اینجا بخش سینک باکس آپدیت رو میزنیم. در حالی که این داره آپدیت میشه میایم توی بخش پلاگینز، قسمت پلاگین ها و میایم پایین تا آخر. پلاگین این که نوشته چینی وسطش سینک باکس رو دانلود میکنیم. این هم که سکسس شد برمیگردیم توی پنلمون. توی پنل دقت کنید توی بخش نورمال ما یک بخش داریم اسم سینک باکس. خب اینجا روی دانلود میزنیم، برای ما دانلود میشه کانفیگ جیسون 4. برمیگردیم به نرم افزار، ران رو میزنیم. اینجا یه قسمت فایل داره، یه قسمت لینک داره. ما میذاریم روی فایل و این کانفیگ 4 جیسونمون رو وارد میکنیم. برمیگردیم توی بخش اوورویو و کلیک اینجا کانفیگمون حتما انتخاب میکنیم و بعدش کلیک توی استارت رو میزنیم. صبر میکنیم، یه مقدار بار اول ممکنه طول بکشه و 5 ثانیه 6 ثانیه، اما بعدش به راحتی وصل میشه. همینطور که میبینید الان کل سیستم منو تانل میکنه، تان مودش روشنه، سیستم پروکسی روشنه و من میتونم بیام خیلی راحت برم توی یوتیوب. دقیقاً مثل همون کاری که مهسا انجی انجام میداد. ادامه ویدیو میخوام بهتون چی بگم؟ ادامه ویدیو بهتون میگم که اگر اون روش ویزارد براتون جواب نداد، اتوماتیک جواب نداد، چطوری میتونید بیاید دستی ستاپ کنید همه چیزو. که حالا خود منیوال BPB یک مقدار قدیمی شده، یه سری چیزای کلاودفلر جدید شده، برای همین من بهتون دوباره یاد میدم که چی کار بکنید. پنل ها و صفحه های دیگر رو میبندیم
میایم سراغ اکانت کلادفلرمون. برای اینکه گیج نشید من یک بار دیگه کامل لاگ اوت میکنم و یه ایمیل جدید میسازم. میریم توی اتمیک میل، اینجا لاگ اوت میکنم و همون مراحل رو تکرار میکنم که حالا دیگه برای شما نمیذارمش. خیلی خب، ایمیلم رو من ساختم. میام دوباره توی بخش ساین اپ، همون مراحل رو دوباره انجام میدم. بسیار خوب، من الان یک صفحه ورکر پیجز خالی دارم. توی این اکانتم هیچی ندارم. میام توی این لینک دستورات منیول ورکر. اول از همه کد ورکر رو از اینجا دانلود میکنم. بعدش چیکار میکنیم؟ بعدش میریم توی صفحه ورکر اند پیجز کلادفلرمون، روی کرییت اپلیکیشن میزنیم، استارت ویت هلو ورلد رو میزنیم. یه اسم برای پروژه انتخاب میکنیم. اگه بذارید همین اسم خودش هم باشه خوبه، اصلا مهم هم نیست. میذاریم دیپلوی، صبر میکنیم تا پروژهمون دیپلوی بشه. دقت کنید که اینجا ورکرمون که ساخته میشه باید حتما بریم و اسمش رو تغییر بدیم به، حالا مثلا بذاریمش توی یه پوشه دیگه، میذاریمش اینجا و اسمش رو تغییر میدیم به worker.js خالی. خب یعنی عدد و اینها هیچی نداشته باشه. اینجا اگر این باگ خورد دوباره دیدید همین صفحه اومد، یه بار اینو اول پاک میکنید، میزنید ببینید که درست ساخته شده پروژه قبلیه یا نه. اگر درست نشده بود درست شده. اگه درست نشده از اول میزنید کریت اپلیکیشن و استارت ویت هلو. خب ببینید الان برای ما این ساخته. آقا این پروژه خامه، من اینو بازش کنم مثلا هیچی نمیاره. خب کلیک میکنیم روش و میزنیم ادیت کد. ادیت کد رو که زدیم، دقت کنید که این فرآیند رو میتونید با گوشی موبایل هم انجام بدید، اصلا نیاز به لپتاپ ندارید. worker.js رو راست کلیک میکنید روش، دیلیت پرمننتلی رو میزنید و دیلیت میکنید. دوباره اینجا راست کلیک میکنید قسمت آپلود و توی این نیو فولدر دومون اون worker.js که اسمش رو تغییر دادیم ما اینجا میزنیم و بعد دیپلوی رو میزنیم. یک مقدار صبر میکنیم. این فرآیند ممکنه 1 دقیقه نهایتا 2 دقیقه طول بکشه. 10 ثانیه درست شد. الان چیکار میکنیم؟ برمیگردیم از اینجا، این رو میبندیم، میایم توی بخش استوریج اند دیتابیسز. اینجا workers kv رو انتخاب میکنیم، میذاریم روی create instance، اسمش رو میذاریم مثلا تست. خب دقت کنید بی پی وی و اینها اصلا نباید بذارید وگرنه کلادفلر سریع تشخیص میده که این پروژه بی پی ویه و بنش میکنه، ارور 1101 میده بهتون. اینجا ما create رو که زدیم اصلا دیگه مهم نیست، اینا هیچی نمیخواد بزنیم. دوباره میزنیم روی workers kv و میبینید که برای ما ساخته شده. میریم چیکار میکنیم؟ دوباره برمیگردیم توی worker and pages، کلیک میکنیم روی ورکرمون و توی بخش bindings add binding رو میزنیم. توی بخش kv namespace add binding رو میزنیم اینجا و اسمش رو میذاریم kv namespace مون رو هم تست انتخاب میکنیم و add binding رو میزنیم. توی اون اسکریپت این کارها برام خودکار انجام میشه، اما خب اسکریپت هم طور که گفتم باگ داره. در نتیجه اگر واسهتون اون جواب نداد از همین راه میریم، خیلی ساده جواب میگیریم. مرحله بعدی چیه؟ میزنیم دوباره روی ویزیت، سر میکنیم تا صفحه برای ما بالا بیاد و ارورش رو بده. ارور اگر نداد و هیچ صفحه‌ای برای ما بالا نیومد، یعنی 100% یک جایی رو اشتباه انجام دادید و باید برگردید ویدیو رو از اول ببینید. بسیار خوب، الان برای ما ارور داد. دقت کنید اگه بالا نیومد هنوز جا داره، 1 دقیقه 2 دقیقه صبر کنید. این ارور که به ما داد، میایم اینجا روی این کلید آبی میزنیم و بعدش اینجا کپی آل رو میزنیم. برمیگردیم توی کلادفلر، توی بخش settings و اینجا بخش variable and secret add رو میزنیم. توی قسمت variable name هیچ چیز دیگه رو تغییر نمیدیم، کنترل V میزنیم. یعنی اونجا که این رو کپی کردیم، اینجا که کپی آل کردیم، اینجا میایم فقط پیست میکنیم، خود اینا اتوماتیک ساخته میشه و دیپلوی رو میزنیم. دوباره 10 ثانیه 15 ثانیه صبر میکنیم و میایم اینجا اینتر که بزنیم، میبینید اینترنت اسپید تست رو مینویسه دقیقا همونطور که گفتم و اینجا اسلش میزنیم و پنل رو تایپ میکنیم و اینتر میزنیم. دقیقا همون صفحه‌ای که برای ما اولی بالا اومده بود اینجا به صورت دستی ساختیم و بالا اومد. یه پسورد میسازیم، اینتر رو میزنیم، اوکی، و وارد پنل میشیم. دقیقاً همون پنلیه که اولی داشتیم، این بار به صورت دستی ساختیمش. حالا چجوری مصرفش و اینها رو ببینیم.
ببینید اینجا توی بخش اوورویو شما یک سی پی یو تایم و ریکوست و اینهایی دارید که این ریکوست ها در طول شبانه روز باید زیر 100,000 تا باشه. به 100,000 تا که برسه دیگه از کار میفته تا 3:30 شب که ساعت 12 به وقت گرینویچه. بعد از اون دوباره شارژ میشه خیلی راحت و میتونید استفاده کنید. طبق بررسی هم که من انجام دادم 100,000 تا ریکوست حدوداً مثلا میشه 5-6 گیگ. برای همین برای 2 الی 3 نفر کاملا کافیه توی طول شبانه روز و اصلا نیازی ندارید که حتی اکانت دوم بزنید. اما اگر تعدادتون بالا بود میتونید باز یه اکانت دیگه برای دوست و فامیل آشناتون هم بزنید. موفق و پیروز باشید. فعلا خدا نگهدار.